حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا، یک جزیره خشک، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث می آید 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجدود به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه یک انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز یک دانه انار میداد و یک تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت بر بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز از خدا خواست پروردگارا، من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر، در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود، تا قیامت برپا شود. اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجدوه گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من علم این رسیده که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند، به پیشگاه خود حاضر می کند. بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت، برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجدوه به فرشتگان دستور میدهند که ببرین ایره به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک می آورد، الله جل مجدوه برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کوه کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقتی تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟ بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی، این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشم که یک چشم به این داده، دست به ما و تو دادن، چشم به ما و تو دادن، رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتونی. این کامره موبایل
80 سال نشده برآمدنش. تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره‌ای به بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش، هزاران رنگ با این چشم تشخیص می‌دهیم. و بگیریم نعمت چشم را در یک کفه ترازو بگذاریم و 500 سال عبادت از این در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را بیاورند در یک کفه ترازو میگذارند و نعمت چشم را به کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میبرد. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به رحمت پروردگارم. من از شما پرسان می کنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابولیث سمرقندی میگوید لحظه اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده میشه. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به اینکه سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه، چون اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه بار بار برش گفتی توبه نکرد در حقش دعا کن خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخوی رحمت الله علیه را داستانش براتان نگفته بودم. در اون کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن، بر رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است. رو به طرف قبله استاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگارا به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان. و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه تو چه میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او. بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، با یک شب ذکر، با 3 روز تبلیغ غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کسی داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جگرش را پاره کرد، جگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست، خیلی جرم کلان است. این قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد
ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا، در او ورقه نوشته بود یا رسول الله، من میخواهم مسلمان شوم اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدید. با وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بی‌نمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، که زنا کردن، به همه‌شان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد.